سلام دوستان، من امیر رکس گیمینگ هستم. میخوایم یه چالش کلش آف کلنز برداریم که کارت‌های زیادی رو داره و اومدیم از لیگ کریستال 1 شروع کنیم و تا لیگ الماسی و لیدربورد کلش آف کلنز ادامه بدیم. بریم برای اتر. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، لایک این ویدیو رو هم بزنید تا بیشتر برای کارت‌های بعدی ادامه بدیم. همین تام 12 رو بزنیم، خوبه، کارت به خوبه داره. بچه ها چراغون الکتریکی ها مشکلی داره. حالا بچه ها ماشین ماسری رو انتخاب میکنیم. کردیم بچه ببینید، من برای قبیله این نیروها رو میگیرم. بالونا رو وقتی ماشین ماسری میبره وسط، وقتی بریزن یا میریزن روی برجای جهنمی یا میریزن روی تاونهال که دمیج زیادی و بقیه نداره. بریم برای اتک بعدی. این بچه ها برجای جهنمی شوروناش خیلی نقصه، احتمال سه شدن کمه. اینم نه، کاپش هم کم بود. اینم کاپش کمه. اینم کاپش کمه. این بچه های برج جهنمیش نیست، میتونه گزینه خوبی باشه. و همینطور ممنون میشم که توی اینستا هم چند پیجمون رو دنبال کنید و از همون حمایت کنید. همین رو بزنید بچه ها.